بینندگان عزیز و ارجمند السلام علیکم. انسان چند نمود عضوهای اساسی موجود میباشند. یکی از اینها این دل میباشد. بیماری فشار بلندی هم به چنین گروه ما میتوانیم داخل کنیم یا اشتباه میکنیم. بیماری زیاد شده ایستاده است. نه تنها در کلانسالان بلکه در جوانان هم معلقه و میخوریم این بیماری را. چیز باعث میشود که به این بیماری گرفتار میشود چون او سالم است. استعمال تماکو، استعمال مشروبات اسپرتی، استعمال بسیارتر چای و قهوه هم به یک سبب اساسی آورده رساندنش ممکن است. همین باید کدام کار را اجرا کنند. شاید باید خواب کنند و راه نگردند، شاید باید آب جوشیده خنک کرده شده نوشند و یا اینجا باز مصلحت های دیگر است. شدگی باشد اگر یا ما بیمار حرکت کنیم اگر یا که سری وقت اگر یاری تعجیلی دعوت نکنیم شدنش ممکن با سکته مایع سر آورده رساندنش ممکن یا اینکه دیگر بیماری سکته دل آورده رساندنش ممکن که اولین گویم علامت ها رو مشاهده کردند و چون در بیمارخانه بیشتری کنانیده شدند و مهلتی تبابت از چند تا چند صحت شده میروند یکم خانه میروند و با سبب های گوناگون دارو رو استفاده نمیبرند. فشار شریانی از این هم زیاد شده میبرند. یک چند دیگر نمود آرزه ها رو پیدا کردیم مجبور میشویم که دویم باره تبابت کنیم، دویم باره فهمانیم با آن بیمارانی که داروواری استعمال داروواری به در آنها دائمی است. لیکن افسوس که یک بیماران به این چیز رعایت نمی‌نمایند. فکر میکنند که من نقل شدم الکی من دیگر فشارم بلند نمیشود. خیلی حالت‌هایم میشود. موری فشار بلندی هم به چنین گروه ها داخل می شوند یا نه؟ بله درست داخل می شوند. تا برنامه های دیگر با هر یک شما خیر و خوش می کنیم. تن صحت و سالم بمانید.